درود به همه دوستان گلم. طبق روال چند سال گذشته این یک برنامه ویژه است که 50 تا دانستنی جالب رو تعریف میکنه. آیا میدونستید انیشتن برای اینکه زنش رو طلاق بده و اون کاغذهای طلاق رو امضا کنه بهش یه قول میده؟ چه قولی میده؟ میگه اگر تو قبول کنی از من جداشی، وقتی جایزه نوبل رو میگیرم همه پولش رو میدم به تو که دست از سر ما برداری. و یا اینکه بالاخره در سال 1921 انیشتن جایزه نوبل فیزیک رو میبره. 121,000 کرون سوئد رو بهش میدن که به نرخ امروز معادل 212,000 دلار آمریکا میشه. پولو میگیره و زنش بهش میگه که به قولت عمل کن. انیشتن هم به شوخی میگه چه پولی؟ اونم میگه همون پولی که قول دادی. و انیشتن همه رو میده به همسر سابقش. آیا میدونید برای ساخت فیلم دام اند دامر یا احمق و احمق‌تر کارگردان در نظر داشته که به جای جف دنیلز نیکولاس کیج رو دعوت کنه؟ اما نیکولاس کیج میگه متاسفانه من دارم توی فیلم دیگه بازی میکنم و نمیتونم بیام تو دام اند دامر بازی کنم. برای همین کارگردان مجبور میشه که جف دنیلز رو دعوت کنه. حالا به نظر شما این فیلم دام اند دامر با بازی نیکولاس کیج بهتر میشد؟ لطفاً نظر بدید. آیا میدونید در زمانی که استالین حالش خوب نبود و در حال مرگ بود خبری از دکترش نبود؟ فکر کنید اون حالش بده؟ دکتر بالا سرش نیست؟ اما هیچ کس از اطرافیان جرئت نداره که یه پزشک دیگر رو صدا کنه. حالا پزشک خودش کجا بود؟ اینطوری که در تاریخ نوشته شده اون یه جایی داشته توسط پلیس مخفی شکنجه می شده، چون استالین قبل از اینکه حالش بد بشه به این دکتر مشکوک شده و دستور داده به پلیس مخفی ازش تحقیقات کنن. حالا چرا همه میترسیدن با یه پزشک دیگه تماس بگیرن؟ چون میترسیدن استالین حالش خوب شه و بهشون بگه غلط کردیم بدون اجازه من یه پزشک دیگه خبر کردیم و بدین وسیله استالین مرد. آیا میدونستید وقتی کریستوف کلمب و همراهاش تو جامائیکا بدون آب و غذا گیر میکنن بومیا حاضر نمیشن به اینا کمکی کنن؟ و کریستوف کلمب چون میدونسته قرار ماه گرفتگی اتفاق بیفته به بومی‌ها میگه شما خدای من رو عصبانی کردین. برای همین برای نشون دادن خشمش ماه رو قرمز خواهد کرد. دیری نمیگذره که ماه قرمز میشه. بومی‌ها هول میشن، میگن ای داد بیداد خداش عصبانی شد. کلی آب و غذا برمیدارن میرن سراغ کریستوف کلمب و همراهاش. بهشون میگن بیاین بخورین، هر چی هم میخواین به ما بگین ما براتون میاریم، فقط به خداتون بگید با ما کاری نداشته باشه. کریستوف کلمب میگه برید خیالتون راحت باشه من حلش میکنم.